دوستا سلام دوباره، امید خوب سلامت سر حال باشید. دوستا امروز تنها چیزی که برای ما ثابت میکنه که پیران چقدر مقبول آمده لایک، شیر و کامنت شماست. دوستا در کامنت برای ما بگین پیران چقدر مقبول آمده، یعنی نظریاتی که دارین در کامنت برای ما بگین. این پیران کلا تکش مختلف است که آبو مروارید جورش کردیم دوستا. چرمدوزی خیلی ظریف کار شده. بیگانه چیزی که در پیران زیاد است کار دست است. دوستا امی زنگولایی که میبینید در قسمت پیران کلا منظم دوخته شده کار دست می باشه. یخنش کلا چرمدوزی دوستای عزیزی مورد خود اکسیتی بسیار مقبول هم داره. کسانی که خواهند این رقم پیرانای مقبول هستن چیز مقبول نیاز دارن میتونه سایت افغان کلچر را دنبال بکنه. نظریاتتون بر ما در کامنت بگین. این ویدیو را لایک، شیر و کامنت بکنین که به دست هموطنان دیگه ما هم برسه. سایت ما را دنبال بکنین. ان شاء الله سربلند و سرفراز باشین. الله نگهدار.